با سلامی دوباره به همه شما دوستان عزیز، شالای گلخوجه هستم با سرخطی خبرهای روز. چون همیشه در ساعت رسول 10 با وقتی پراگ و چند موضوع داریم که من میخوام برای شما بگم و این موضوع رو ما بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری خواهیم داشت با علاوه مطالبی که تا اون وقت به دست ما میرسد. شب گذشته در پی مذاکرات جانبها تاجیکستان و قرقیزستان نظامیان خود را از قطعه بحثی مرزی نویب باباجان غفور و لیلک بیرون آوردند. هرچند فعلا وضعیت در این منطقه آرام به نظر میرسد ولی مشکل هنوز رفع نشده است. در مناقشه مسلحانه شب 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 3 مرزبان تاجیک و 1 افسر قرقیز هلاک شده، از دو طرف چندین نفر مجروح گشتند. در برنامه خبری ما تحولات اخیر در این منطقه را برای شما خواهیم گفت. در نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وارشاوا چی میگذرد؟ دیروز در حوزه مشورت در نشست زیر عنوان زندانهای تاجیکستان، لانه فساد و دستگاه شکنجه و مرگ بین نمایندگان حکومت تاجیکستان و مخالفان بحث سر زد. دولت تاجیکستان پیوسته گفته است که در کشور یگان زندانی سیاسی وجود ندارد و اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی برای جنایت‌های مشخص محکوم به زندان شدند. جزئیات نشست را ما در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. سازمان های حقوق بشر میگن برخی از زنان در تاجیکستان از جانب شوهر و اعضای خانوادهشان به شیوه خیلی بد خشونت میشوند، از جمله تجاوز، بوغی کردن، لطکوب با اشیاء تیز و سنگینه. آنها میگن تبعیضگران آنها را از خوراک و پوشاک و دسترسی به حاجتخانه و آشخانه نیز محروم میکردند. حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که با وجود رسیدگی به این مشکلات و تدابیر اندیشیده شده، زورآوری در اویله همچنان وجود دارد. برخی از چنین مثال‌ها را شما امکان دارید در برنامه خبری امروز از زبان خود زنان جبر دیده بشنوید. اگرچه در تاجیکستان سالانه هزارها زن و دختر تاجیک از ضرب و آزار و اذیت شوهر و خویش و تبار آنها به مقامات شکایت میکنند، در ایران زنان و دختران از آن ناراضی هستند که از حق در آمدن به ورزشگاه‌ها محروم میباشند و خودکشی یک دختر هوادار فوتبال در این کشور موضوع تبعیض زنان در ورزش و حق محدود حضور آنها در ورزشگاه را برجسته کرده است. در این باره ما گزارش خواهیم داشت که بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر پیشنهاد شما می شود. مرا برای حمایت از حقوق مهاجران و مبارزه با فساد در بازار کار روسیه جزا دادند. کرامت شریپوف حامی حقوق مهاجران در این باره در یک نامه به عنوان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نوشته است. او از پوتین خواسته است نفرانی که در اخراج او دست دارند به جوابگری کشیده شوند و شهروندیش برقرار گردد. کرامت شریپوف 2 سال پیش از روسیه به تاجیکستان اخراج شد. ضمناً شریپوف سال 2018 نیز به عنوان ولادیمیر پوتین پیامی ویدیویی فرستاده بود، اما طور دیده می‌شود هنوز مشکلش حل نشده است. صحبت خود او را میتونید در برنامه بشنوید. و همین گونه بینندگان عزیز، امروز در دوشنبه یک مراسم برگزار شد که در این مراسم آزمون ده من خلاصه گیری شد و اونهایی که صاحب 3 جای شدند، اونهایی که به ما نوار فرستاده بودند، در این باره طول تقریبا 2 ماه توانستند جایزه های خود را از دست همکاران ما بگیرند. که در این آزمون غالب آمد، از کدام منطقه هستند، شما میتونید در برنامه خبری آشنا شود. و ضمناً من با یک شما برای اون که طول این مدت به عنوان ما ویدیوهای خود را ارسال داشتید و زحمت کشیدید سپاس میگیم و با امید همکاری بیشتر با شما هستیم. امیدواریم که شما ناامید نمیشوید و همین گونه در آینده نیز با ما همکاری خواهید کرد. خلاصه من همه شما را از آن در برنامه خبری منتظر میشم بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر.